سلام. یکی از رزمکاران تشکیلات UFC اکنون خودش را در باکس می‌سنجد. سمندر مرادوف رکورد خود را 10-0 کرد. دریکوس دوپلسی نام نو قهرمان تشکیلات UFC در وزن نین وزنین. همه این و دیگر خبرها در نشر امروزی برنامه. شام گذشته محاربه میان ورزشکار به‌باخت تاجیک سمندر مرادوف و بابور قربانوف از ازبکستان دایر شد. این مسابقه در تشکیلات UAE Warriors 46 در شهر ابودابی برگزار شد. محاربه مذکور همگی یک راوند ادامه کرد که در آن سمندر تمام محاربه را تحت کنترل داشت. در انتهای راوند دست رزمکار ازبک آسیب برداشت و او از ادامه رقابت دست کشید. با همین طریق سمندر مرادوف توانست رکورد خود را 10-0 کند. محاربه در وزن نین وزنین تشکیلات UFC میان قهرمان این وزن شان استریکلند و دریکوس دوپلسی برگزار شد. این محاربه را مخلصان خیلی وقت انتظاری می‌کشیدند. در محاربه مذکور دوپلسی استریکلند را شکست داد و قهرمان جدید در این وزن شد. دوپلسی زاده جمهوری آفریقای جنوبی بوده، 23 غالبیت و 2 شکست دارد. فرانسیس نگانو رزمکار تشکیلات UFC بار دوم است که خود را در باکس می‌سنجد. او چند ماه پیش با تایسون فیوری مشتزن نامدار و گران وزن محاربه گذرانید. نگانو فیوری را با نکداون فرستاد و با حساب مخلصان غلبه کرد، اما داوران برد را به فیوری دادند. ولی نگانو این نوبت رقیب نوبتی خود مشتزن بریتانیایی انتونی جاشوا را انتخاب کرد. جاشوا مشتزن خیلی حرفه‌ای است و در کارنامه خود 26 غلبه و 3 باخت دارد. مسابقه مذکور روز 8 مارس در شهر ابودابی دایر می شود.